بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز شنبه اول رجب المرجب سال 1445 هجری قمری برابر است با 23 جدی سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 13 جنوری سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. افتتاح شهرک سیاه آب از سوی بنیاد عزیزی و در دسترس قرار دادن آن برای متضررین زلزله این قریه. فراغت 240 تن از 89مین دوره دستوربندی از دارالعلوم عالی هرات. و تأکید رئیس بنیاد عزیزی بر سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در آینده نزدیک در افغانستان. مشروع اخبار. نشست با حضور رئیس عمومی اداره پلیس ترافیک کشور در هرات برگزار شد. این نشست که هدف آن نظم شهری و امور ترافیک گفته شده تحت ریاست شیخ مولانا اسلامجار والی هرات برگزار شد و در آن مسئولان ریاست‌های شهرسازی و مسکن، ترانسپورت، مدیر ترافیک، نمایندگان شورای علما، استخبارات، شاروالی، تعقیب و فرامین و قماندانی امنیه حضور داشتند. در این برنامه روی چگونگی ایجاد کمیته‌های نظم و توسعه شهری، تطبیق قوانین پلیس ترافیک و هماهنگی بیشتر ادارات مربوطه با آن بحث همه‌جانبه صورت گرفت. رئیس عمومی پلیس ترافیک کشور پیرامون نظم ترافیک، قانونمند شدن فعالیت وسایط نقلیه و سنجش نیاز بازار برای وسایط نقلیه عمومی، تاکسی و رکشا و همچنین هماهنگی و همکاری اداره‌های ترانسپورت و شاروالی تاکید نمود. از سوی هم شیخ الحدیث مولانا نوراحمد اسلامجار والی هرات در این نشست ضمن استقبال از برنامه‌های پلیس ترافیک تاکید داشت که در تطبیق این پروسه و همچنان قانون پلیس ترافیک باید همه ادارات مربوطه ولایتی همکاری همه جانبه نمایند. باید یادآور شد که در این نشست همچنان مهاجر فراهی سرپرست معاونیت مقام ولایت هرات به حیث رئیس کمیته نظم و انسجام شهری تعیین شد. شهرک سیاه آب برای زلزله زدگان این قریه در هرات افتتاح شد. این شهرک دارای 220 واحد مسکونی می باشد که از سوی بنیاد خیریه عزیزی ساخته شده است. در همین حال باشندگان این قریه از امارت اسلامی افغانستان و تجار ملی برای رسیدگی به مشکلاتشان ابراز قدردانی می کنند. محمد اسماعیل سروری گزارش می دهد. در ادامه پروسه افتتاح شهرک‌های ساخته شده برای زلزله زدگان هرات، شهرک سیاه آب که از سوی بنیاد عزیزی در ولسوالی زندجان این ولایت ساخته شده است، نیز به بهره برداری سپرده شد. مسئولان در بنیاد عزیزی میگویند که برای باشندگان این منطقه ایجاد اشتغال و همچنان ساخت باغ‌های مثمر را نیز در آینده در نظر دارند. این کار بسیار نیک شد و این منطقه را ما فراموش نمی‌کنیم. ما از جناب والی صاحب تقاضا میکنیم که ما یک قسمت زمین اگر اینجا با دیگه هم به ارتباطی همی خانه بده که ما تقریبا باغ کلان برای اینا جور کنیم که در اونجا یک پارک باشه و یک در ماه حمل نالشانی کنیم و تقریبا 10-15,000 20,000 درخت میوه‌دار بشونیم که حداقل از ثمر از اگه بعد 3 سال 4 سال به ثمر میرسه و هم میوه زیر این فامیلا بفروشه و یک عاید دائمی هم داشته باشه. دیگه یک کار نیک میشه. از سوی هم مسئولان محلی هرات از تلاش‌های تجار ملی و سرمایه گذاران برای رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله تمجید می‌نمایند. از تمام خیرینی که در این نقطه به اندازه درهمی همکاری کردن به نیابت از اداره محلی امارت اسلامی افغانستان تشکر میکنم، خصوصا بنیاد محترم عزیزی. با این حال شماری از باشندگان قریه سیاه آب هرات از ساخت شهرکشان ابراز خرسندی میکنند. آنان از امارت اسلامی و بنیادهای خیریه‌ای که در زلزله برای آسیب دیدگان کمک رسانی کردند قدردانی میکنند. جهان تشکر میکنیم. صفت فاروقی خدا به شما داده. امیدوارم که شما پیرو خط حضرت عثمان ذوالنورین که ثروتش در راه الله مصرف کرد، صدیق اکبر، عمر فاروق و عبدالرحمن ابن عوف، اونا تاریخ ثبت شده. ان شاء الله شما هم در تاریخ ثبت میشین.
گفته نیست که شهرک سیاآب با داشتن 220 واحد خانه مسکونی از بزرگترین شهرک هایی است که برای زلزله زدگان هرات ساخته شده است. در 89مین دوره دستاربندی تعداد 240 تن فاضلین از دوره‌های حدیث نبوی، تخصص فقه حنفی و قضا از دارالعلوم عالی هرات سند فراغت دریافت نمودند. شماری از فارغان با ابراز خوشحالی از دیگر جوانان نیز می‌خواهند تا علوم دینی را فرا بگیرند. جمشید واحدی گزارش می‌دهد. مراسم دستاربندی 240 تن از دوره حدیث نبوی، تخصص فقه حنفی و قضا از دارالعلوم عالی هرات. مسئولان این دارالعلوم میگویند که از این میان به تعداد 221 تن ذکور و 19 تن از بخش اوناث از این دارالعلوم سند فراغت به دست آوردند. در این مراسم ما 221 تن صادق برادر داریم و 19 تن خواهر که در این میان از دوره احادیث نبوی و دوره تخصص فقه حنفی و قضا فارغ شدند. از سوی همشماری از فارغین این دوره با ابراز خوشحالی میگویند جوانان باید برای یادگیری علوم دینی سعی و تلاش زیادی را نمایند. تنها راهنمای انسان و کلیدی راهنمای انسان علمه. برای هر جوان و برای هر انسانی علمه که به راه درست میتونه، علم دین، علم شریعتی که میتونه به راه درست برسانه. انشالله توقع و خواسته از تمام جوانان همینه که انشالله توان دارن در علوم دین باید سعی تلاش بکنن. در این دوره در پهلوی از اینکه ما احادیث نبوی اکرم صلی الله علیه و سلم میآموختیم، گروه‌های برای گروه‌های فرهنگی داشتیم که در پهلوی سخنرانی و موعظه را میآموختیم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحیح البخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف و ابن ماجه و نسائی در این دوره بود. این در حالی است که هر از گاهی هرات شاهد برگزاری مراسم فراغت قاریان، حافظان و دوره حدیث می باشد. رئیس بنیاد عزیزی در سفرش به ولایت هرات از سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلار در آینده‌های نزدیک در افغانستان خبر داده است. وی زمینی کنونی در کشور را مساعدتر از هر زمان عنوان کرده میگوید که در راستای تمویل انرژی و همچنان خط ریل در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. میرویس عزیزی رئیس بنیاد عزیزی در سفرش به هرات طی نشست با مسئولان محلی و شمار از باشندگان این ولایت بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در کشور تاکید کرده است. وی زمینه را با تسهیلات فراهم شده از جانب مسئولان امارت اسلامی در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری در کشور مساعد خوانده میگوید که برای تمویل انرژی و ایجاد خط ریل در افغانستان کار خواهد کرد. ما به این نتیجه رسیدیم که ما در قسمت قبل هم در این قسمت فکر کرده بودیم، در قسمت انرژی و خط آهن ما امروز از این زنده جان به تمام ملت افغانستان از این میکروفون صدا میکنیم که از کنر گرفته تا بدخشان و از نیمروز تا فاریاب و از پکتیا تا به مشرقی که ما میخوایم در روزهای بسیار نزدیک در این کشور به ارزش 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم و این یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ است. رئیس بنیاد عزیزی همچنان میگوید با آنکه کشورهای مختلف از وی خواستار سرمایه گذاری در کشورهایشان شدند، اما وی وابسته به افغانستان است و در نظر دارد تا در کشورش سرمایه گذاری نماید. در بسیاری کشورها سیان صدراعظمایشان مرا دعوت میکنند، رئیس های جمهورشان، و میخواه که بیاد در کشور ما سرمایه گذاری کن. این امکانات برایت میتیم، این امکانات میتیم، ولی همه خوب کشور و وطن دوستی و چون مزادی کشور هستیم در بغل می کشور کلان شدیم و زندگی خود بسیار با افتخار با غرور در کشور به سر بردیم و در این قسم در خارج از افغانستان. در همین حال مسئولان محلی در هرات ضمن استقبال از این اقدام آقای عزیزی از تجار ملی و سرمایه‌گذاران که برای بازسازی افغانستان تلاش می‌نمایند حمایت نموده و خواستار روی دست گرفتن همچون اقدامات می‌باشند.
از بزرگان و سرمایه‌داران افغانستان که در خارج از کشور هستند می‌خواهیم که افغانستان، هرات یک بستر امن برای سرمایه گذاری و کارهای صنعتی و اقتصادی است. ملت افغانستان بهترین خدمت و بیشترین ثواب که ما برای ملت خود کرده می‌تونیم در قدم‌های بعدی است که برایشان شغل و کار پیدا کنیم که این با ایجاد کارخانه‌هایی که ملت ما طرف خودکفایی بره ان شاء الله العزیز میسر می شود. بنیاد عزیزی در حال از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در افغانستان اطمینان می‌دهد که روز گذشته این بنیاد شهرک را که به هزینه 200 میلیون افغانی در قریه سیاآب ولسوالی زندجان برای زلزله زدگان ساخته شده بود به بهره برداری سپرد. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه نمایید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. به نام خدا و با عرض سلام بینندگان عزیز، شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. یک شنبه شهر هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 9 درجه سانتیگراد. غوریان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 7 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 7 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 10 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. افتتاح شهرک سیاه آب از سوی بنیاد عزیزی و در دسترس قرار دادن آن برای متضررین زلزله این قریه. فراغت 240 تن از 89مین دوره دستوربندی از دارالعلوم عالی هرات. و تأکید رئیس بنیاد عزیزی بر سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در آینده نزدیک در افغانستان. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.